سلام رفقا، توی این اپیزود می‌خوایم بریم سراغ یکی از مهمترین قانون‌هایی که خیلی وقتا کسی حواسش بهش نیست ولی همه به نوعی باش درگیرن. اونم قانون امور گمرکیه. حالا چرا این قانون انقدر اهمیت داره؟ بذارید یکم بیشتر بازش کنم. تصور کنید تمام کالاهایی که از کشورهای دیگه وارد ایران میشن یا برعکس از ایران به کشورهای دیگه صادر میشن، باید از یه دروازه عبور کنن. اسم این دروازه گمرکه. حالا این گمرک یه سری قوانین و مقررات داره که بهش میگن قانون امور گمرکی. اگه این قانون نباشه یه جور هرج و مرج میشه و معلوم نیست چی وارد کشور میشه، چی خارج میشه، کی مسئولشه و چه مالیاتی باید پرداخت بشه. پس این قانون مثل یه جور نظم دهنده و تعیین کننده قواعد بازی برای تجارت بین‌المللیه. حتی اگه خودت تاجر یا وارد کننده هم نباشی و فقط یه مصرف کننده باشی، خیلی از چیزایی که مصرف میکنی از همین گمرک رد شده. فکر کن به گوشی موبایلی که دستته، ماشینی که سوار میشی، قهوه‌ای که صبح میخوری و حتی اون شکلات خارجی خوشمزه‌ای که گاهی میخری، همشون یه زمانی از یه جایی رد شدن که اسمش گمرکه. پس بهتره یه ذره با این ساختار و قواعد آشنا باشیم تا بفهمیم این کالاها چطوری به دست ما میرسن و چرا قیمتاشون انقدر متفاوته. حالا بیایید کم کم وارد جزئیات بشیم و از ماده 1 شروع کنیم که به نظر خیلی ساده میاد ولی در واقع سنگ بنای کل این قانونه. خلاصه بگم ماده 1 میاد یه سری واژه‌ها و اصطلاحات پایه رو تعریف میکنه. چرا این کارو میکنه؟ خب معلومه دیگه. تو هر قانون یا هر حوزه تخصصی یه سری کلمات خاص استفاده میشه که اگه معنی دقیقشون رو ندونی ممکنه کل ماجرا رو اشتباه بفهمی. مثل این میمونه که بخوای یه بازی جدید یاد بگیری ولی ندونی معنی اصطلاحاتش چیه. گیج میشی دیگه. قانون گمرکی هم پر از این اصطلاحاته. اول از همه چی میگه این ماده؟ ماده 1 قانون امور گمرکی ایران اینطوری شروع میشه. واژه‌ها و اصطلاحات به کار رفته در این قانون دارای معانی مشروح زیر میباشند. بعدش میاد یه لیست بلند بالا از این واژه‌ها رو تعریف میکنه. قانون تاکید میکنه که اگه در مورد معنی یه واژه شک داشتید یا تعریف دقیق‌تری می‌خواستید، باید برید سراغ تعاریف شورای همکاری گمرکی که الان دیگه به اسم سازمان جهانی گمرک یا WCO شناخته میشه. این شورا یه جور مرجع بین‌المللیه که سعی میکنه یه سری استانداردهای واحد برای تعریف‌های گمرکی در سطح جهان ایجاد کنه تا تجارت بین کشورها راحت‌تر بشه. ولی خب قانونگذار ما هم یه سری تعریف‌های اختصاصی توی همین ماده آورده که حالا دونه دونه میریم سراغ مهمترین هاشون. اظهار کالا یعنی چی؟ بذار راحتت کنم و با یه مثال ساده برات توضیح بدم. فرض کن تو یه تاجر کوچیک هستی و رفتی کشور ترکیه یه عالمه لباس خوشگل خریدی که بیاری ایران بفروشی. حالا با این لباس‌ها رسیدی به مرز ایران. اینجا باید به مأمور گمرک بگی که این چیه، چند تاست، جنسش چیه، از کجا آوردی و واسه چی آوردی. به این فرآیند اطلاع دادن و اعلام کردن مشخصات کالات به گمرک میگن اظهار کردن کالا. تو این لحظه شما یا نماینده قانونی شما، مثلا یه کارگزار گمرکی، یه فرم مخصوص رو پر می‌کنید که بهش میگن اظهارنامه. و این اظهارنامه رو به گمرک تحویل میدید. تو این اظهارنامه اطلاعات کاملی درباره کالا، ارزشش، مبدا و مقصدش و خیلی جزئیات دیگه نوشته میشه. این اولین قدم برای وارد کردن یا صادر کردن کالا از طریق گمرکه. اظهار کننده کیه؟ خب از اسمش هم تا حدودی مشخصه. اظهار کننده اون شخص حقیقی یا حقوقی، یعنی یه فرد یا یه شرکت هست که میاد جلو گمرک و رسما اعلام میکنه که این کالا متعلق به منه و اینم مدارکش. حالا این شخص ممکنه خود صاحب کالا باشه، مثلا همون تاجر لباسی که از ترکیه اومده، یا ممکنه یه نماینده قانونی داشته باشه که از طرف اون کار گمرکی رو انجام بده. مثلا یه شرکت بزرگ وارد کننده ممکنه برای انجام امور گمرکی خودش یه کارگزار رسمی گمرکی استخدام کنه یا کاراشو به یه شرکت خدمات گمرکی بسپاره. پس اظهار کننده کسیه که مسئول ارائه اطلاعات کالا به گمرک و انجام مراحل قانونی مربوط به اون هست. خب، حالا بریم سراغ بقیه اصطلاحات مهم ماده 1. اظهارنامه اجمالی. تصور کن یه کامیون بزرگ پر از بار داره از یه کشور دیگه میاد. قبل از اینکه این کامیون بخواد وارد گمرک بشه و دونه دونه بارهاش چک بشه، شرکت حمل و نقل یه جور لیست سرانگشتی یا یه جور خلاصه از کل بار توی اون کامیون رو به گمرک میده. این لیست کلی که نشون میده توی این وسیله نقلیه چیا هست، بهش میگن اظهارنامه اجمالی. مثل اینه که قبل از اینکه بری خونه دوستتو کلی خوراکی بیاری، در یه لیست کلی بهش نشون بدی که بدون چی آوردی. معمولاً این کارو خود شرکت‌های حمل و نقل انجام میدن، چون اونا مسئول جابجایی اون وسیله نقلیه و محمولش هستن. اماکن گمرکی یعنی جاهای خاصی که زیر نظر مستقیم گمرک اداره میشن و برای انجام کارهای مربوط به گمرک ازشون استفاده میشه. این جاها میتونه خیلی متنوع باشه. مثلا انبار گمرک رو در نظر بگیر که کالاها بعد از ورود یا قبل از خروج یه مدت اونجا نگهداری میشن تا کاراشون انجام بشه. یا بنادر که کشتی‌های بزرگ کالاهاشون اونجا تخلیه و بارگیری میکنن و بعدش کارهای گمرکی انجام میشه. فرودگاه‌ها هم همینطور، برای کالاهایی که از طریق هوایی جابجا میشن. حتی ممکنه یه سری محوطه‌های خاص یا دفاتر اداری هم جزو اماکن گمرکی باشن. خلاصه هر جایی که گمرک حضور داره و داره تشریفات قانونی رو روی کالاها انجام میده، جزو اماکن گمرکی محسوب میشه. ترخیص، حتما این کلمه رو زیاد شنیدی.
ترخیص کالا از گمرک یعنی چی؟ خیلی ساده است. فرض کن همون لباسایی که از ترکیه آوردی، همه مراحل قانونیشون تموم شده، مدارکشون بررسی شده، اگه قرار بوده مالیاتی پرداخت بشه، پرداخت شده و دیگه هیچ مشکلی برای بردنشون نیست. اون لحظه‌ای که گمرک اجازه میده این کالاها از اون محوطه خارج بشن و برن به دست صاحبشون، بهش میگن ترخیص. مثل اینه که توی اداره کار داری همه فرم‌ها رو پر کردی، امضاها رو گرفتی و حالا دیگه کارت تموم شده و میتونی بری بیرون. ترخیص کالا هم یعنی کالا دیگه کارش تو گمرک تموم شده و میتونه بره. ترخیصیه. حالا این ترخیصیه چیه؟ یه جور مدرکه، یه جور برگه اجازه خروجه. وقتی که یه کالا میرسه گمرک معمولاً توسط یه شرکت حمل و نقل آورده میشه. همون شرکتی که کالا رو از مبدأ بار زده و آورده. این شرکت حمل و نقل یه کاغذی به صاحب کالا یا نمایندش میده که میگه آقا یا خانم، این کالا مال شماست، ما آوردیمش تا اینجا. حالا شما با این برگه برو گمرک و کارهای ترخیصش رو انجام بده. این برگه رو بهش میگن ترخیصیه. مثل همون قبض انبار میمونه که وقتی یه بسته رو پست می‌کنی بهت یه قبض میدن که با اون میتونی بری بسته رو از اداره پست بگیری. ترخیصیه هم یه جور معرفی نامه است برای صاحب کالا که بتونه بره سراغ کارهای گمرکی. تشریفات گمرکی. تشریفات گمرکی یه اصطلاح کلیه و به همه اون کارها و مراحلی گفته میشه که طبق قانون گمرک باید روی یه کالا انجام بشه تا بتونه وارد کشور بشه، از کشور خارج بشه یا حتی یه مدت موقت تو گمرک بمونه. این تشریفات خیلی متنوعه و شامل کارهای اداری مثل پر کردن فرم‌ها و ارائه مدارک، بررسی کالا توسط کارشناسان گمرک، پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، گرفتن مجوزهای لازم از سازمان‌های دیگه اگه کالا نیاز داشته باشه و خیلی کارهای دیگه میشه. در واقع کل اون پروسه‌ای که یه کالا از لحظه ورود به گمرک تا لحظه خروج از اون طی می‌کنه رو بهش میگن تشریفات گمرکی. تضمین یعنی یه جور پشتوانه گذاشتن، یه جور گرو گذاشتن، یه چیزی که نشون بده شما به قولی که دادید عمل می‌کنید یا یه خسارتی رو جبران می‌کنید. تو امور گمرکی هم خیلی جاها ممکنه گمرک از شما تضمین بخواد. مثلا فرض کن یه کالایی رو آوردی ولی هنوز یه سری مدارکش کامل نیست یا یه اختلافی در مورد ارزشش وجود داره. گمرک ممکنه بگه خب یه تضمین بذار که بعداً بیا این نقص رو برطرف کنی یا اگه اشتباهی شده خسارتش رو بدی. این تضمین میتونه شکل‌های مختلفی داشته باشه. میتونه پول نقد باشه که یه مبلغی رو به حساب گمرک واریز کنی. میتونه ضمانتنامه بانکی باشه، یعنی یه بانک معتبر ضمانت کنه که اگه شما به تعهداتون عمل نکردید اون خسارت رو پرداخت میکنه. حتی ممکنه بیمه‌نامه هم به عنوان تضمین قبول بشه. هدف از تضمین اینه که گمرک مطمئن بشه حقوق دولت حفظ میشه و شما هم به قوانین عمل میکنید. تعهد هم یه جور قوله، ولی معمولا به صورت کتابی یا الکترونیکی ثبت میشه. وقتی شما یه تعهدی به گمرک میدید یعنی رسما قبول میکنید که یه کاری رو در آینده انجام بدید. مثلا ممکنه یه کالایی رو به صورت موقت وارد کنید و تعهد بدید که بعد از یه مدت مشخص دوباره اون رو از کشور خارج میکنید. یا ممکنه یه اختلافی در مورد تعرفه یه کالا پیش بیاد و شما تعهد بدید که اگه نظر گمرک درست بود، نوبه تفاوت حقوق ورودی رو پرداخت میکنید. این تعهد یه جور الزام قانونی برای شما ایجاد میکنه که باید بهش عمل کنید. حقوق ورودی، رسیدیم به بحث پول. حقوق ورودی در واقع اون پولیه که شما باید به دولت بدید تا بتونید کالاهاتون رو وارد کشور کنید. این پول فقط یه قلم نیست و از چند بخش تشکیل شده. مهمترین بخشش حقوق گمرکی هست که الان معمولاً یه نرخ ثابته، مثلا همون 4 که توی تعریف اومده. علاوه بر این یه مبلغی هم به عنوان سود بازرگانی گرفته میشه که این نرخ بسته به نوع کالا فرق میکنه و هدفش حمایت از تولید داخلی و تنظیم بازار هست. یه سری سایر وجوه قانونی هم ممکنه به اینا اضافه بشه، مثل یه درصدی به عنوان عوارض هلال احمر یا یه مبلغی برای حقوق ثبت سفارش. نکته مهم اینه که هزینه‌های مربوط به خدمات مثل باربری، تخلیه و بارگیری و اینجور چیزا جزو حقوق ورودی حساب نمیشه و جداگانه پرداخت میشن. پس حقوق ورودی در واقع یه جور مالیات غیر مستقیمه که روی کالاهای وارداتی بسته میشه. حمله یکسره یه جور روش خاص برای جابجایی بعضی از کالاهاست که باعث میشه کارها سریعتر پیش بره و کالا کمتر تو گمرک معطل بشه. تصور کن یه کانتینر بزرگ پر از یه نوع کالای خاص با کشتی رسیده به یه بندر. اگه قرار باشه این کالا به صورت معمولی ترخیص بشه، باید اول از کشتی تخلیه بشه، بره تو انبار گمرک، مدارکش بررسی بشه و بعد صاحبش بیاد و ببرتش. اما تو روش حمله یکسره، اگه شرایطش رو داشته باشه، این کانتینر دیگه لازم نیست تو بندر تخلیه بشه. همونطور که رو تریلی یا واگن قطار هست، مستقیما به یه انبار اختصاصی یا یه مقصد خاص دیگه منتقل میشه و کارهای گمرکیش همونجا انجام میشه. البته این کار باید با اجازه و نظارت گمرک و طبق یه سری قوانین و مقررات خاص انجام بشه. هدف از حمله یکسره اینه که از معطلی کالا تو گمرک جلوگیری بشه و هزینه‌های انبارداری و جابجایی هم کاهش پیدا کنه. خب، بریم سراغ این اصطلاحات بعدی ماده 1 و ببینیم هر کدومشون تو دنیای گمرک چه خبره. روز اظهار تو گمرک مثل روز ثبت نام تو مدرسه میمونه. همون روزی که شما یا نماینده‌تون اون برگه اظهارنامه رو با همه مدارک لازم میبرید، تحویل گمرک میدید و گمرک هم یه شماره بهش میده که دیگه این اظهارنامه یه جور پرونده رسمی میشه. از این به بعد همه پیگیری‌ها و مراحل بعدی کارهای گمرکی با همین شماره انجام میشه. پس روز اظهار در واقع روز شروع رسمی کار شما با گمرکه. سازمان جهانی گمرک WCO یه جور باشگاه بین‌المللیه که خیلی از کشورهای دنیا از جمله ایران عضو اون هستن.
کار این سازمان اینه که سعی کنه قوانین و رویه‌های گمرکی بین کشورها رو هماهنگ کنه، یه سری استانداردها و دستورالعمل‌های خوب برای گمرک‌ها تعیین کنه و به کشورها کمک کنه که گمرک‌های کارآمدتر و بهتری داشته باشن. مثل یه جور مرجع تخصصی بین‌المللی میمونه که همه کشورها تو مسائل گمرکی بهش نگاه میکنن و از تجربه‌هاش استفاده میکنن. سیستم هماهنگ شده HS، یه جور زبون مشترک برای همه کالاها تو دنیا. فکر کن هر کالایی تو دنیا یه اسم و یه کد مخصوص داشته باشه که همه کشورها اون کد رو بفهمن. این سیستم یه روش بین‌المللی برای توصیف و کدگذاری کالاهاست. مثلا یه مدل خاص گوشی موبایل یه کد HS مشخص داره که تو همه جای دنیا همون کد رو بهش میدن. این کار باعث میشه که وقتی کالاها بین کشورها خرید و فروش میشن، همه بدونن دقیقاً دارن درباره چی حرف میزنن و تعرفه‌ها و قوانین مربوط به اون کالا رو درست اعمال کنن. شرکت حمل و نقل بین‌المللی، وقتی شما میخواید یه کالایی رو از یه کشور دیگه بیارید یا به یه کشور دیگه بفرستید، معمولاً خودتون این کارو نمی‌کنید. این کار رو میسپارید به شرکت‌هایی که تخصصشون حمل و نقل بین‌المللیه. این شرکت‌ها مجوزهای لازم رو دارن و میدونن چطوری کالاها رو از یه مرز به یه مرز دیگه ببرن، چه از طریق زمینی با کامیون، چه از طریق دریایی با کشتی و چه از طریق هوایی با هواپیما. این شرکت‌ها مسئولیت جابجایی سالم و به موقع کالاها رو به عهده دارن و با قوانین و مقررات حمل و نقل بین‌المللی هم آشنا هستن. صاحب کالای تجاری یعنی اون کسی که از نظر قانونی مالک اون کالاهایی که داره برای تجارت یعنی خرید و فروش وارد یا صادر میکنه. این مالکیت معمولاً با سند خرید مثل فاکتور و سند حمل مثل بارنامه مشخص میشه. ممکنه این اسناد اول به اسم یه نفر دیگه باشه ولی بعداً به صورت قانونی به اسم یه نفر دیگه منتقل شده باشه. در هر صورت گمرک کسی رو به عنوان صاحب کالا میشناسه که این مدارک به اسمش باشه یا به صورت درست و قانونی بهش واگذار شده باشه. قلمرو گمرکی به اون محدوده جغرافیایی از یک کشور گفته میشه که قوانین و مقررات گمرکی اون کشور توش اجرا میشه. معمولاً قلمرو گمرکی با مرزهای سیاسی کشور یکیه، ولی ممکنه استثناهایی هم وجود داشته باشه، مثلا مناطق آزاد تجاری که یه سری قوانین گمرکی خاص خودشون رو دارن. در هر صورت، هر کالایی که وارد این محدوده بشه یا از اون خارج بشه، مشمول قوانین گمرکی اون کشور میشه. کالای تجاری به هر نوع کالایی گفته میشه که برای خرید و فروش یا به عبارت دیگه برای تجارت وارد کشور میشه یا از کشور صادر میشه. فرقی هم نمیکنه که این کالا همون شکلی که وارد شده فروخته بشه یا یه تغییراتی روش بدن و بعد بفروشن. مثلا اگه یه کارخونه قطعات اولیه رو وارد کنه و بعد از مونتاژ محصول نهایی رو بفروشه، همون قطعات اولیه و هم محصول نهایی کالای تجاری محسوب میشن. کالای داخلی دو حالت داره. یه حالت اینه که کلاً تو خود ایران تولید شده باشه، از 0 تا 100. حالت دوم اینه که یه کالای خارجی وارد ایران شده باشه و همه مراحل قانونی ورودش مثل پرداخت حقوق ورودی و انجام تشریفات گمرکی روش انجام شده باشه و دیگه به عنوان کالای خارجی شناخته نشه. اینجور کالا هم دیگه جزو کالاهای داخلی محسوب میشه و برای خرید و فروش در داخل کشور دیگه مشکلی نداره. کالای گمرک نشده یعنی اون کالایی که هنوز پاش به گمرک رسیده ولی هنوز همه مراحل قانونی و تشریفات گمرکی روش انجام نشده. مثلا یه کانتینر کالا از کشتی تخلیه شده و تو انبار گمرک گذاشتن، ولی هنوز صاحبش نیومده اظهارنامش رو بده، یا هنوز مدارکش بررسی نشده، یا حقوق ورودیش پرداخت نشده. تا وقتی که همه این کارها انجام نشه و گمرک اجازه خروج نده، اون کالای گمرک نشده محسوب میشه. کالای مجاز یعنی اون دسته از کالاها که برای وارد کردنشون به کشور یا صادر کردنشون از کشور نیازی به گرفتن مجوز خاصی از هیچ سازمان دولتی نیست. البته این به این معنی نیست که کلاً هیچ قانونی روشون اعمال نمیشه، بلکه فقط برای ورود و خروجشون به صورت کلی مانعی وجود نداره. کالای مجاز مشروط. برعکس کالای مجاز، برای واردات یا صادرات کالای مجاز مشروط، شما باید از یه سری سازمان‌های دولتی خاص مجوز بگیرید. مثلا برای وارد کردن دارو، باید از وزارت بهداشت مجوز داشته باشید. یا برای صادرات بعضی از محصولات کشاورزی، ممکنه نیاز به مجوز از وزارت جهاد کشاورزی باشه. این مجوزها معمولاً برای حفظ سلامت جامعه، امنیت کشور، حمایت از تولید داخلی یا رعایت یه سری مقررات خاص وضع میشن. کالای ممنوع دیگه تکلیفش روشنه. این دسته از کالاها به دلایل مختلف، چه از نظر شرعی و چه از نظر قوانین کشور، اصلا اجازه وارد شدن به ایران یا خارج شدن از اون رو ندارن. مثلا مشروبات الکلی، بعضی از مواد مخدر یا یه سری کالاهایی که ممکنه برای امنیت کشور خطرناک باشن، جزو کالاهای ممنوع هستن. لیست این کالاها معمولاً به صورت رسمی اعلام میشه و وارد کردن یا صادر کردنشون جرم محسوب میشه. کنترل‌های گمرکی به همه اون کارها و اقداماتی گفته میشه که مأموران گمرک انجام میدن تا مطمئن بشن قوانین و مقررات گمرکی داره درست اجرا میشه.
این کنترل‌ها میتونه شامل بررسی مدارک، بازرسی فیزیکی کالاها، نمونه برداری از کالاها برای آزمایش، بررسی ارزش کالاها، کنترل وسایل نقلیه و خیلی کارهای دیگه باشه. هدف از این کنترل‌ها اینه که جلوی قاچاق کالا، ورود کالاهای غیرمجاز و تخلفات گمرکی گرفته بشه و حقوق دولت هم حفظ بشه. مرجع تحویل گیرنده وقتی یک کالای گمرک نشده وارد گمرک میشه، یه جایی باید ازش نگهداری بشه تا کارهای ترخیصش انجام بشه. مرجع تحویل گیرنده به اون سازمانی گفته میشه که مسئول نگهداری این کالاهاست. این میتونه خود گمرک باشه که انبارهای خودش رو داره، یا ممکنه یه سازمان دیگه مثل سازمان بنادر و دریانوردی یا شرکت فرودگاه‌ها باشه که انبارهای عمومی دارن و کالاها به اونجا تحویل داده میشن تا صاحبشون بیاد و ترخیصشون کنه. مقررات گمرکی. مقررات گمرکی یه اصطلاح خیلی کلیه و شامل همه اون قوانین، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی میشه که گمرک مسئول اجرای اونهاست. این مقررات خیلی زیاد و متنوع هستن و همه جنبه‌های ورود، خروج، ترانزیت و نگهداری کالاها در گمرک رو پوشش میدن. هر کسی که با گمرک سر و کار داره باید با این مقررات آشنا باشه تا بتونه کارهاش رو درست و قانونی انجام بده. هزینه‌های خدمات. همونطور که قبلا هم اشاره کردم، علاوه بر حقوق ورودی، شما ممکنه یه سری هزینه‌های دیگه هم بابت خدماتی که گمرک یا سازمان‌های مرتبط به شما ارائه میدن پرداخت کنید. به این هزینه‌ها میگن هزینه‌های خدمات. این هزینه‌ها میتونه شامل هزینه باربری کالا در محوطه گمرک، هزینه انجام آزمایش‌های خاص روی کالا، هزینه استفاده از دستگاه‌های اشعه ایکس برای بازرسی، هزینه انبارداری اگه کالاتون یه مدت طولانی تو گمرک بمونه، هزینه پلم کردن کانتینرها و خیلی موارد دیگه باشه. میزان این هزینه‌ها بسته به نوع خدماتی که دریافت می‌کنید فرق می‌کنه. خب رفقا، بعد از اینکه با کلی اصطلاح مهم و کاربردی ماده یک قانون گمرکی آشنا شدیم، جا داره یه خواهش کوچیک ازتون بکنم. اگه این توضیحات براتون مفید بوده و تونستید یه چیزای جدید یاد بگیرید، لطفاً از ما حمایت کنید. این حمایت شما به ما انگیزه میده که قسمت‌های بعدی این قانون مهم رو هم با همین زبون ساده و خودمونی براتون باز کنیم و بگیم که تو دنیای واقعی گمرک چه خبره. برای حمایت از ما، کافی پیج ما رو سابسکرایب کنید یا دنبال کنید اگه توی پلتفرم دیگه هستیم. این کار باعث میشه که قسمت‌های بعدی و مطالب جدید ما رو از دست ندید. علاوه بر این خیلی خوشحال میشیم اگه نظرات و سوالات خودتون رو هم برامون بنویسید. چه سوالی براتون پیش اومده؟ کدوم قسمت رو بیشتر دوست داشتید؟ اصلا اگه تجربه‌ای در مورد گمرک دارید که فکر می‌کنید جالبه، با ما به اشتراک بذارید. این تعامل شما خیلی برامون ارزشمنده و کمک می‌کنه مطالب بهتری تولید کنیم. پس یادتون نره، سابسکرایب و کامنت. دمتون گرم که تا اینجا همراه بودید. تو قسمت‌های بعدی بازم با هم گپ میزنیم و میریم سراغ ماده‌های بعدی قانون گمرکی. فعلا خدا نگهدار.